کش بدنسازی و کتلبل هر دو عالی‌اند، اما کاربردشون زمین تا آسمون فرق داره. تفاوت اول، نوع مقاومت. کش مقاومت رو افزایش میده، هرچی بیشتر بکشیش فشار بیشتری حس میشه. اما کتلبل وزن ثابته و فشارش از لحظه اول تا آخر یکیه. تفاوت دو، نوع حرکت. کش برای حرکات کنترل شده، اصلاح فرم و فعالسازی عضلات عالیه. کتلبل برای حرکات داینامیک و انفجاری مثل سوینگ بی‌نظیره. و تفاوت سوم، هدف تمرینی. کش برای ایمنی مفاصل، گرم کردن و تقویت عضلات تثبیت کننده فوق‌العاده است. کتلبل برای قدرت انفجاری، چربی‌سوزی شدید و تقویت عضلات کور بهترینه. پس کش برای کنترل و ایمنی، کتلبل برای قدرت و انفجار. هر کدوم یک ابزار قدرتمنده. اینجا موری اسپورتس و روز برای چیزای بیشتری در مورد ورزش و تغذیه ورزشی یاد میگیری.